حقایق تازه کشته شدن زلال هاشمی، هنرمند جوان، دادخواهی برای زلال هاشمی. اما از طرف کی؟ زلال هاشمی آیا به واقع کشته شده است؟ دلیل ربوده شدن زلال هاشمی از منزلش چی بوده است؟ حقایق و رازهای ناگفته درباره این دختر خانم هنرمند کاملا و دور از تصور. و زلال هاشمی اکنون در چی وضعیتی است؟ پسرش نزدیکی است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلال هاشمی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی عاشقانه هنر موسیقی را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان به اوج شهرت و محبوبیت هنری برسد. زلال هاشمی توانست مقام دوم را در برنامه ستاره افغان از آن خود کند و اصالتا پشتون بوده است، ولی با استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت توانست در این برنامه رقابتی خوب بدرخشد و داوران این برنامه از جمله آریانا سعید همیشه از وی حمایت میکرد. مدت 54 روز از زلال هاشمی به شکل مرموز از درب خانه‌اش ربوده شده است. این خبر توسط شوهر زلال هاشمی در صفحات مجازی منتشر شد. تازه تصاویر زلال هاشمی نشر می شود که وی به شکل مرموز در منطقه ادخیل کابل کشته شده است و جسدش در این منطقه پیدا شده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا از طرف خانواده زلال هاشمی تایید نشده است، اما ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زلال هاشمی با صحت کامل به خانواده‌اش برگردد. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، شما نازنینان را بالای من امانت گذاشته موفق و کامیاب باشید.